شاگردای السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شاگردای عزیز خوب هستین ان شاء الله. کتابتان باز کردین؟ کتابتان باز کنین و کلید سوم میخونیم. بسم الله الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. در کلید سوم چی است که حکم عقیده توحید را بدانیم. چرا بفهمیم کلید است؟ یعنی انسان مسلمان باید حکم عقیده توحید چی کنیم؟ بفهمیم. دانستن عقیده توحید بالای هر مسلمان فرض عین می باشه. یک کس از شما پرسان میکنم شما عقیده میخوانین؟ این عقیده چی حکم داره؟ علمای اسلام میگن که عقیده بالای هر انسان فرض عین است. شما 5 وقت چی میخوانین؟ نماز میخوانین. سرتان فرض عین است. اینمی قسم که نماز 5 وقت فرض عین است، اینمی قسم عقیده یاد گرفتنش بالای ما و شما چی است؟ فرض عین است. یک کسی میگه چی دلیل دارین؟ میگیم دلیلش در آیت قرآن هست. الله متعال مثلا در نماز چی گفته؟ گفته اقیم الصلاه، امر کرده نماز بخواین. در عقیده چی گفته؟ در عقیده میگه که فعلم پس علم حاصل کن. علم حاصل کو انه لا اله، یقینا که نیست هیچ کسی که مستحق باشه که ذاتش عبادت شود و قانون شریعتش اطاعت شود الا الله، بغیر از الله متعال. فعلم انه لا اله الا الله، بغیر از الله متعال. پس ای چی شد؟ ای در کدام سوره هست و در کدام؟ در سوره محمد آیت 19. سوره محمد صلی الله علیه و سلم آیت 19 را شما بخوانید. این دلیل است به اینکه عقیده توحید بالای هر مسلمان چی است؟ فرض عین است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.